سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگه اینستیتوت اوکتا. خب در این ویدیو ما بیشتر راجع به بحث تریدر و سرمایه گذار میپردازیم. ای که تریدر کی است و سرمایه گذار کی است. خب ببینید بسیاری ها کلمه تریدر با کلمه سرمایه گذاری اشتباه میگیرن و همچنان انواع تریدرها را اینا هم مثلا با سرمایه گذارا اشتباه میگیرن. خب ببینید به خاطر بهتر درک کردن تریدر و سرمایه گذار شما خوبتر ای است که مثلا یک مثال صرافه با یک مثال که مثلا پول دلار را در خانه ذخیره میکنه، مثلا این دو نفر رو مقایسه کنید. خب ببینید تریدر کی هست؟ تریدر کس هست که مثلا از نوسانات قیمت روزانه مثلا اینا چی میکنه؟ فایده میکنه. یعنی فایدهشان از نوسانات قیمت میباشه روزانه. اینا چیکار میکنن؟ مثلا مثلا ما هستم یک تریدر، مثلا من روزانه خرید و فروش انجام میتم. چی میکنم؟ از این فایده میگیرم، ترید میکنم، خرید و فروش انجام میتم. سرمایه گذار کی هسته؟ و دید تریدر چی است؟ دید تریدر کوتاه مدت است. یعنی در کوتاه مدتی میخوای مثلا چی انجام بده؟ خرید و فروش انجام بده و فایده بگیره. سرمایه گذار چی هست؟ سرمایه گذار به نوسانات بزرگ قیمت میپردازه. یعنی هدف اصلی و اساسی یک سرمایه گذار ای هست، یعنی مثلا قیمت، مثلا خریده یک چیز $100 میخوای که قیمت چه و $500 رو را باز بفروشه. مثلا سرمایه گذار خانه بوده میتونه، زمین بوده میتونه، کسی که کریپتو کار میکنه یا ارزهای دیجیتال سرمایه گذار بوده میتونه. خب اینا دیدشان بلند مدت میباشه، بلند مدت. خب اینا در بلند مدت میخواین که مثلا یک خرید فروش انجام بدن، اینا یک سرمایه گذار میشن و فایده زیادتر و بهتر هم از داخل بازار بگیرن. خب ببینید ما چند نوع تریدر داریم؟ ما سه نوع تریدر داریم. یک نوع تریدر ما سوینگ تریدر هستن. سوینگ تریدر. یک نوع تریدر ما اسکالپر است و یک نوع تریدر دیگه که ما داریم دی تریدر است. دی تریدر. خب ببینید سوینگ تریدر کی است؟ سوینگ تریدر کس است که یک روند ترید میکنه. مثلا مارکت به طرف بالا حرکت میکنه، امکانش هست که مثلا یک پوزیشن اینا یا هم یک معامله اینا به یک ماه یا به 2 ماه طول بکشه. خب ببینین دیدش با یک سرمایه گذار فرق داره. ببینین این دیدش کوتاه مدت است، بازم سرمایه گذار دیدش بسیار بلند مدت، مثلا 5 سال، 6 سال، 10 سال. مثلا شما امروز یک خانه را میخرین، با 10 سال آینده میبینید. و یکی از مثالایی را که بر شما دادم، مثلا یک صراف است روزانه خرید فروش دلار انجام میده، این یک تریدر است. و مثلا ما هستم، مثلا رفتیم پول افغانی را دلار کردیم، به 10 سال آینده مثلا میخوایم که پول پیشم باشه. خب من یک سرمایه گذار هستم، اینی فرقایش میباشه. خب سوینگ تریدر کی است؟ سوینگ تریدر کس است که یک روند بزرگ ای ترید میکنه، مثلا یک پوزیشنش یا یک معاملش به 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه حتی باز میباشه. خب خرید فروش انجام میده. اسکالپر کی است؟ اسکالپر کسی است که مثلا در طول 15 دقیقه، در 15 دقیقه یا نیم ساعته داخل یک، مثلا در 1 دقیقه، در 15 دقیقه و 30 دقیقه اینا یک معامله را، یک روند تحلیل میکنن و زود که داخل معامله میشن. یعنی در تایم فریم 1 دقیقه، در وقت 1 دقیقه و همچنان در تایم فریم 5 دقیقه مثلا اینا وارد بازار میشن و میخواین مثلا زودی که در فایده خود از داخل بازار بکشن. و یک نوع تریدر دیگه که داریم دی تریدر است. کسی هست که مثلا روزانه اینا ترید خود انجام میده. ببینین یک اسکالپر مثلا در یک روز میتونه 30 دانه پوزیشن، 40 دانه پوزیشن اسکالپ بگیره، یعنی زود ترید کنه، زود خرید کنه، زود فروش کنه. اما 95% اسکالپرها از مارکت زود که اینا چی میشه؟ اینا فیل میشن، اینا شکست میخورن. 95% اینا تنها چی هستن؟ سکسس میشه، یعنی از داخل مارکت اینا میتونن پول به دست بیارن. اینا مقصد دی تریدینگ یک چیز بسیار خوب است. مثلا شما در یک روز میبینید که مارکت به مو حرکت قیمتی که میخواستی انجام داده، مثلا آمده مثلا نقدینگی یا هر چیز، هر استراتژی که داری امور مارکت تشکیل داده، یک پوزیشن خرید باز میکنی، مثلا به یک روز یا 2 روز پوزیشنت میباشه، بستش میکنی، فایده از داخل مارکت میگیری. ایره میگن دی تریدر. اسکالپر کسی است که در 15 دقیقه تحلیل میکنه، در 1 دقیقه داخل میشه، 95% هم شکست میخوره. و مخصوصا سوینگ تریدرها کسایی هستن روندهای بزرگ ترید میکنن، پیسه خوبتر میگیرن و همچنان بودنشان در مارکت زیاد است، یعنی ون ریتشان بالاست. اسکالپر ون ریتشان پایین میباشه زیادتر وقت.
و دی تریدر هم مقسم وین ریت چند چیز نزدیک 50 می باشه. خب او بستگی به خودشان داره و استراتژیشان. ببینید این فرق یک تریدر و یک سرمایه گذار است. سرمایه گذار بلند مدت میبینه، تریدر در نوسانات قیمت میبینه. تریدر مثلا روزانه یا هفتهوار یا ماهواره میبینه، اما سرمایه گذار به چند سال میبینه. و همچنان دید تریدر کوتاه مدت است. جز سوینگ تریدر مثلا در سوینگ هم بسیاری ها مثلا یک هفته را مثلا ترید میکنن، خلاص مثلا یک تریدشان یک هفته باز میباشه. اما دو نوع تریدر دیگه اینا نوسانات قیمت که روزانه مثلا با وجود میاد، قیمت پایین بالا میره، فایده میکنه. بی بود از شرح کامل فرق بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار. به خاطر